سوال بعدی که برای شما انتخاب کردم سوالی از دنباله هندسی هستش که 2 تا جمله غیر متوالی از یه دنباله هندسی رو به شما دادن. اگر 2 تا جمله غیر متوالی داده باشن، اول داده های مسئله رو بنویسین. ببینید جمله دوم رو به شما داده 3 و جمله پنجم رو مقدار 24 داده. من باید قدر نسبت به دست بیارم. به چه صورت؟ از این فرمول استفاده می کنم. تو توان آر من اندیس هاشون از همدیگه کم می کنم و تو صورت کسر من میام خود عبارت ها و عدد ها رو بر همدیگه تقسیم می کنم. بیایم روی مثال توضیح بدیم. ببینید آر توانشون اندیس این 5 و 2 رو از همدیگه کم می کنم. پس 5 منهای 2 مساوی هستش با توی صورت کسر اون اندیسی که اول نوشتین عدد مربوط بهش 24. 24 رو بر 3 تقسیم میکنم. در این صورت آر به توان 3 به دست میاد. 24 تقسیم بر 3 میشه 8 و از اینجا با این فرمول به راحتی میشه مقدار آر رو به دست آورد. کافی هستش 2 طرف رادیکال با فرجه 3 بگیرین. خود 8 هست 2 به توان 3. اینا با هم دیگه ساده میشن و از اینجا مقدار آر عدد 2 به دست میاد. خب 2 رو در واقع قدر نسبت دنباله رو من به دست آوردم. دیگه چی میخواد؟ جمله 20 دنباله رو میخواد. جمله 20 دنباله یعنی تو فرمول مادر یا اون فرمول جمله عمومی دنباله هندسی من باید بیام جای n ها 20 بذارم. پس یه بار بنویسم an مساوی a1 r n منهای 1. جای n ها من باید 20 بذارم. پس a20 مساوی جمله اول. خب من توی این رابطه نیاز به جمله اول دارم و جمله اول رو ندارم، فقط قدر نسبت به دست آوردم. پس چی کار بکنم؟ بیام توی فرمول جمله عمومیش جای انها اون اندیس کوچیکه رو بذارم. فرقی نمیکنه ها، میتونین اندیس 5 رو هم جاگذاری بکنین ولی محاسبات ممکنه بیشتر بشه. من اندیس کوچیکه رو اول اینجا جاگذاری بکنم. جای n میذارم 2. پس A2 مساوی A1 رو ندارم. R رو این بالا به دست آوردم 2 به توان جای n هم 2 میذارم میشه 2 منهای 1. خود A2 مقدارش چنده؟ A2 مقدارش 3 هستش. پس از اینجا 3 مساوی A1 این هم که میشه 1. 2 به توان 1 هم میشه 2. من هنوز A1 رو تنهاش نکردم. 2 طرف رو بر 2 تقسیم میکنم و از اینجا A1 مقدارش 3/2 به دست میاد. خب من A1 رو جمله اول رو 3/2 به دست آوردم. حالا میام هم قدر نسبت دارم هم جمله اول دارم، میتونم راحت هر چیزی که از من خواسته به دست بیارم. جمله 20 میخواد، جای اینا 20 میذارم. A1 هم دارم 3/2 ضرب در R رو دارم مقدارش 2 به توان به جای n 20 میذارم 20 منهای 1. پس از اینجا جمله 20 میشه 3/2 ضرب در 2 به توان 19. این میشه جوابی که داریم. اگه توان کوچیک بود مثلا 4 5 میتونستیم این در واقع 2 رو به توان برسونیم ضرب بکنیم. برای توانهای خیلی بزرگ اصلا نیازی نیستش که بیایم این ضربه رو انجام بدیم و همینجا کار ما